سلام دوستان، من فراز لاماکان هستم. خوش اومدید به پارت دوم رایوال زدنمون. میخوایم بریم رایوالز با هم دیگه بزنیم، ایشالله که برسیم به رنک 1 یا همون الیت خودمون. پس بزن بریم. خب یا حضرت عباس. وای، بازی اصلا فکر نکنم بازی خوبی در بیاد. یا حضرت عباس. اوف، نیومده گل اول رو میزنیم. چقدر زیبا. من گفتم الان میبازم از یارو، تیم یارو اینقدر غوله. ببینیم که داستان از چه قراره. یا علی پله. داستان زیاد خوب نیست. از اینکه شروع کننده هم باشم خوشم نمیاد. زوپس. نیکو حاجی یکی بره تو رو خدا. آه، ای چه گل مزخرفی زدم به یارو. خیلی مزخرف بود، خدایی ببخشید. خودم قبول دارم که خیلی گل مزخرف. یو ای چرا اومدی جلو؟ آه، آها زرنگی مثلا. اوپس، برو پسر. وای، خدای خطا بود. یه وای اوسک. وای دروازه‌بان، عاشقتم. دروازه‌بان میپرستمت. آو یه وای وای. برو. وای ریدم. برو پسر. نیکو ویلیامز یه فیک. آی خدا. آها، فاینلی خود نیکو ویلیامز هم بیار اصلا. دوستان اینجا میخوام یه گل شاهانه بزنم. خب وای، خدایا چیکار کنم چیکار نکنم. وای قشنگ خورد تو کله یارو. اوپس. برو کانتونا عشق. کانتونا مای لاف. یه فیک. ریدو چرا نگرفت حرکتم؟ یا حضرت عباس حاجی. میدونم دارم چی کار میکنم. وای میدونه چی کار داره میکنه. مرسی. اوزا خیته. ای وای. وای مرسی حاجی، عاشق دروازه‌بانم. چیکار میخوای بکنی؟ یک بارم تو زندگیم ندیدم کانتونا یه پاس درست بده. کدوس. عجب گل مزخرفی زد خدایی. وای، بذار یارو هم یه بار ترای کرد، ما هم یه ترای بکنیم.
1-1 بشه. وای چرا اینقدر زیاد زد؟ فکر کردم گل شد. از این افرادی که اینطوری سانت میکنن متنفرم. بیا آوو قرمز. بچه از اینجا اول فضلی نزنم. زیاد زدم، خیلی زیاد زدم. زیادم مثل که نزدم. بابا خورد تو سر یارو. وای این چه شوتی بود من زدم. 2 دقیقه. اوف. خب نیمه اولم تموم شد. اوف. کانتونا. وای چقدر بد. وای من تا اینجوری گل نزنم ول نمی‌کنم. یه پله بشوره. واتکینز. اوف. عاشقتم پسر. به این بازی بعدی. اینم فکر کنم همون دست اول بود باش بازی کردم، یه گل زدم لفت داد، بازم پاس داد، فکر کنم میخواد لفت بده. بازم لفت داد. یا علی آجی 3 نفرن. سه نفر باشم ما گلمون رو میزنیم. نیکو ویلیامز عجیب، ولی میخوره 3 نفر سگی باشن نگاه کن. اصلا یعنی حاجی الان یه 3 نفر میان تو توپام. یا علی حاجی این چه شوتی بود؟ وای حاجی اینا جفتشون فقط، یعنی هر سه تاشون اومدن فقط سانت کنن دروازه‌بان. وای چرا چیز کردم خدا. پنالتی. نیا کنین خداوند متعال همیشه میگه ما رو به راه راست هدایت کن.
پس دیگه ما هیچ بهانه‌ای نداریم. تمام. وای حاجی میترسم. زدن زیدن. باز سانت کرد. حاجی بلا سانته. وای. آخ چه گلی زد. وای. قرمز. اول فصلی قرمز بده دیگه. خدای قرمز بده. آه. دوست دارم قد یک دنیا، بیشتر از دیروز کمتر از فردا. حاجی پرس میشم اصلا، میام توی تیم اینا پرس. وای الان پاس میده. گل خوردم. رافینیا. یه روزی یه مرغ پر بسته بودم من. وای حاجی خیلی سخته. من تا حالا تو همچین موقعیتی قرار نگرفته بودم. وای. او حاجی توپم برمیگرده تازه به خودشون. بابا برس دیگه. تکل الکی هم میره. هم میخواست بزنه. وای دهنتو سرویس میکنم. وای دهنتو سرویس میکنم. ره. وای آجی اینو چجوری من میزدم آخه. توی دروازه کانتونا. خب حالا وایسا دیگه. حالا ما بازی داریم با هم دیگه. مرسی. کانتونا عشق. عشق زندگیم کانتونا. وای از اون سانتای ژولسکی حدس میزدم. کارواخال برس. مرسی. وای حاجی اون چه پاسی بود. بده بره. وای چرا وایسادی. این چه گلی بود. وای حاجی حالم داره از بازی به هم میخوره. بازم تک. وای حاجی باید بازی رو ببرم. بازی خیلی حساسه. وای از اون سانتا باز میخواد بکنه. حاجی 3 دقیقه فقط مونده. وای اشمایکل. اشمایکله. حاجی یه بار دیگه واسه خنده میخوام این حرکت رو بزنم. ها اونجا رو ببین. بی غیرت رفته اونجا وایساده. وای اشمایکل. حاجی زیاد گرفتم دیگه. توی بازم بره. حاجی فقط 1 دقیقه.
وای کنتونا 3 دقیقه وقت اضافه. وای وای مرسی. مرسی دروازه‌بان. حاجی بردم. حاجی خواستم مثل فیلم حسین آرکیو برم، دیدم کمرشون هم. وای بردم. دوستان عزیز، از اینکه تا الان همراه هم بودید واقعا خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد عاشقتونم. جمله طلایی من که همیشه پایان هر فیلمی میگم یادتون نره. مامانی داره میریز، پیپی داره میریز. بدرود.